همه افراد داشتن رابطه جنسی شهوانی و در عین حال رمانتیک و دوست دارند. وجود عشق و رمانتیک بودن برای یه رابطه عالیه. شما رو به یکدیگر نزدیکتر میکنه و برای شما و شریک زندگیتون فرصتهایی رو به ارمغان میاره که بتونید یکدیگر رو بهتر بشناسید. کمی بیشتر رمانتیک بودن در روابط زناشویی کار سختی نیست و شما تنها با چند حرکت اساسی میتونید نتایج فوق‌العاده‌ای بگیرید که خودتون از اون حیرت زده میشید. در غیر این صورت رابطه جنسی میتونه یه موضوع ناراحت کننده برای زوجا باشه که در این ویدیو از ناز تیوی در این باره آموزش خواهیم داد. قبل از شروع به این نکته اشاره میکنم که اگه به تازگی با کانال یوتیوب ناز تیوی آشنا شدید حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. معاشقه یا عشق بازی. برای کمک به بهتر شدن روابط زناشویی خود و همچنین التیام پیوند بین یکدیگر قبل از شروع رابطه جنسی با یکدیگر عشق بازی و معاشقه کنید. معاشقه یه فعالیت بسیار ساده است که نیازی به مهارت یا آمادگی خاصی نداره. این یه راه عالی برای انتقال هر گونه فعالیتی به اتاق خوابه. به یاد داشته باشید که باید در این مرحله آهسته پیش برید. مدت زمان بیشتری با شریک زندگیتون معاشقه کنید. حداقل 20 دقیقه قبل از شروع فعالیت‌های جنسی باید معاشقه را آغاز کنید. به جای هدر دادن زمان برای صحبت کردن یا ممانعت از معاشقه و حفاظت از بدن خود، با موهای همدیگه بازی کنید و با انگشتان و دست‌های خود بدن یکدیگر رو نوازش و لمس کنید. هنگامی که شما در حال معاشقه هستید، بهترین زمان برای صحبت کردن درباره رابطه خود و آینده است. در واقع شما میتونید درباره هر موضوعی که میخواید صحبت کنید. اما در نظر داشته باشید که در هنگام معاشقه صحبت کردن درباره اینکه میخواید جمعه به بازار برید و خرید کنید چندان عاشقانه نیست و جالب به نظر نمیرسه. رمانتیک بودن رو فقط در تخت خواب برنامه ریزی نکنید یا اینکه بگید میخواید در رابطه جنسی رمانتیک باشید و رمانتیک بودن رو فقط به رابطه جنسی ختم کنید. مزایای معاشقه. تحقیقات نشون میده که داشتن رابطه جنسی کامل همراه با معاشقه درست تأثیری مشابه با هر ورزشی رو داره، مثل افزایش ضربان قلب، عرق کردن و درگیری چندین عضله در بدن. بهتره بدونید بیشتر از 200 کالری طی 20 دقیقه رابطه جنسی سوزونده میشه. اینکه به چه حالت و پوزیشن این رابطه صورت میگیره هم میتونه بر تعداد کالری های مورد نیاز تأثیر بذاره. البته توصیه همیشگی متخصصا اینه که موقعیتی رو انتخاب کنید که هر دو طرف رابطه به اوج لذت جنسی برسن. بنابراین اولویت لذت جنسی باشه، نه تعداد کالری هایی که میسوزونید. شریکتون رو ببوسید. اگه فکر میکنید در بوسیدن افتضاح هستید و مهارتی در اون ندارید و راهی برای التیام پیدا نمیکنید، بهتره دوباره فکر کنید. هر کسی میتونه با تکنیکای خاص خودش بهتر عمل کنه. در بوسیدن و عشق بازی خسیس نباشید. تا میتونید به شریکتون عشق ورزی کنید و اونو سرشار از محبت کنید. روش‌هایی که تا به حال از اونا برای بوسیدن استفاده می‌کردید و فراموش کنید. روش‌های جذاب‌تر و هیجان انگیزتری رو امتحان کنید. با بوسه‌های خودتون خلاقیت به خرج بدید. برای مثال رژ لب قرمز بزنید و جوری بدن همسرتون رو ببوسید که در نهایت یه قلب قرمز روی اون باقی بمونه. راه‌های زیاد دیگری برای ساختن بوسه‌های جذاب‌تر
تحریک کننده تر و خاطر انگیزتر وجود داره و تمام اونا به سلیقه و خلاقیت شما بستگی داره. شریکتون رو ماساژ بدید. هنگامی که شریک شما برای معاشقه به شما نزدیک میشه، اونو به یه ماساژ طلایی دعوت کنید تا تموم خستگی‌ها و انرژی‌های منفی که در طول روز توسط بدنش جذب شده از بین بره. ماساژ بسیار آرامش بخش و یه راه عالی برای هدایت دیگر فعالیت‌های عاشقانه و جنسیه. شما حتی لازم نیست که قوی باشید یا انرژی زیادی صرف کنید. لمس کردن بسیار آهسته اما در نقاط مناسب میتونه حس بسیار خوب و آرامش بخشی رو به شریک شما هدیه بده. سعی کنید یه بطری روغن ماساژ یا روغن بچه به همراه یک کاسه آب گرم تهیه کنید. قبل از ماساژ دستاتون رو در کاسه آب گرم قرار بدید تا دستاتون گرم بشه. سپس روغن رو روی بدن همسرتون بریزید و شروع به ماساژ دادن کنید. به شریکتون بگید که چقدر زیبا و جذابه. به او بگید که چقدر لباسی که پوشیده زیباست یا چقدر امروز زیبا و جذاب شده. تنها اونو به چشم یه شریک جنسی نبینید. اینکه حس زیبا و جذاب بودن به او تلقین کنید باعث میشه حس بهتری نسبت به خودش داشته باشه. با نشون دادن اینکه شما فکر میکنید که او چقدر جذابه باعث میشه به هم نزدیکتر بشید و رابطه بهتری در تخت داشته باشید. بخورید. یه پیکنیک جذاب و داغ و در تخت خوابتون ترتیب بدید و در اون از غذاهایی که دادن اونا به شریکتون جالب و سرگرم کننده است استفاده کنید. میتونید از دانه‌های انگور، توت فرنگی و یا شکلات مایع استفاده کنید. و در حالی که در حال گذاشتن خوراکی در دهان یکدیگر هستید، به موسیقی ملایم و تحریک کننده‌ای گوش بدید. داشتن فعالیت بدنی لازمه داشتن بدن و زندگی سالم تره. اما تعداد زیادی از افراد به دلیل مشغله کاری یا حتی تنبلی این عامل مهم و در سلامتی از زندگی خودشون حذف میکنند. خبر خوش برای اون دسته از افرادی که در طول هفته رابطه جنسی دارند اینه که وضعیت شما از افرادی که در طول هفته رابطه جنسی ندارند بهتره. چرا که رابطه جنسی با توجه به میزان کالری که میسوزونه، البته به این دلیل که میزان تنش قلب و بالا میبره، میتونه در دست فعالیت‌های بدنی قرار بگیره. هر یک از ما وقتی قراره به سراغ یه فعالیت ورزشی بریم به یاد فوتبال، تنیس، رفتن به باشگاه یا هر فعالیت بدنی دیگه‌ای میافتیم. اما گفتنیه که رابطه جنسی هم به دلیل اینکه تأثیر مشابهی بر روی بدن میذاره میتونه جزء فعالیت‌های بدنی قرار بگیره. تعداد زیادی از افراد فکر میکنن که امکان بارداری در نخستین رابطه جنسی وجود نداره، چرا که شرایط بدنی زن به گونه‌ای نیست که امکان حاملگی وجود داشته باشه. اما باید بدونید که اگه نخستین رابطه جنسی به طور کامل و بدون پیشگیری صورت بگیره، امکان بارداری به اندازه دفعات دیگه است. ممکنه در طول نخستین رابطه جنسی مطمئن نباشید که همه چیز رو به درستی انجام میدید. نگران نباشید. نیازی نیست برای انجام هر کاری در نخستین آمیزش جنسی حساب و کتاب کنید. با حستون پیش برید. چه زن و چه مرد فرقی نمی‌کنه. بدن تعداد زیادی از افراد در طول نخستین رابطه جنسی به دلیل سطح هیجان و استرس بالا همکاری نمی‌کنه و اون چیزی رو که از بدنشون توقع دارند نخواهند داشت. جای نگرانی نیست، این اتفاق برای خیلی از افراد میفته. اگه فکر میکنید شما نیز جزء این دسته از افراد هستید، قبل از داشتن نخستین آمیزش جنسی به متخصص زنان مراجعه کنید. سعی نکنید تا برای مرحله به مرحله نخستین رابطه جنسیتون برنامه ریزی کنید.
این کار علاوه بر این که باعث به هم خوردن تمرکزتون میشه، عدم اجرای برنامه باعث مضطرب شدنتون هم میشه. اگر از کاندوم برای رابطه جنسی محافظت شده استفاده میکنید، حتما پیش از موعد طرز استفاده از اونو یاد بگیرید. ویژگی های کاندوم ها رو بشناسید و بهترینش رو برای خودتون تهیه کنید. احساسات افراد نسبت به خودشون و طرف مقابل بعد از نخستین رابطه جنسی کمی متفاوته. این حس الزاماً بد نیست، گاهی حس خجالت زدگی و گاهی عدم اعتماد به نفسه، چون ممکنه عملکردتون بدتر از اون چیزی بوده باشه که توقع داشتید. اما نگران نباشید، این حس گذراست. پس سعی کنید با هم دربارش حرف بزنید و اونو به شوخی بگیرید. برای نخستین رابطه جنسی حتماً باید بیشتر از همیشه وقت گذاشت. هیچ عجله‌ای نباید در کار باشه، حوصله به خرج بدید. چرا که هرچه آرومتر کار رو پیش ببرید، استرس هر دوی شما کمتر میشه و احساس راحتی بیشتری با هم خواهید داشت. حتما قبل از نخستین رابطه جنسی با شریکتون صحبت کنید و درباره نوع رابطه جنسیتون به توافق برسید. یادتون باشه حتی همسر قانونی شما هم نباید شما رو به انجام کاری که برخلاف میل شماست مجبور کنه. به توافق رسیدن مانع از جر و بحث در میانه نخستین رابطه جنسیه. یادتون نره که بعد از نخستین رابطه جنسی حتما از یارتون تشکر کنید. مهم نیست که نتیجه چطوری بوده، بدونید که او هم احساسات عجیبی رو تجربه کرده و بهتره با یه قدردانی حال عجیب اون رو به یه احساس خوشایند تبدیل کنید. نهایتاً این که سطح توقعتون رو از نخستین رابطه جنسی پایین بیارید. شما در واقعیت زندگی میکنید، نه در کتابا. بدونید که نخستین رابطه جنسی قراره یکی از شیرین ترین و البته بامزه ترین خاطرات زندگیتون باشه. پس واقع بینانه به اون نگاه کنید.